ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ به افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتار دهم را از سلسله خوانش بدیعی از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. کمال یک بریده نان گزید و دو سه قلت آب نوشید و سر به بالین نهاد. از خسته حالی و کوفتی سخت راه خواب او برد. محمد به تشویش افتاد که مبادا استادش بیمار شود. وی پهلو گشتن و بی‌ضابطه شدنهای شاعر را با دقت مشاهده می کرد، اما نمی دانست چی چاره سازد. از خاموشی دهشت افزا به وهم افتاد. قریب بود فریاد زند، استاد را از خواب بیدار کند. همین وقت از دورادور الاس گرگ به گوش رسید. محمد شیردلتر شد و میخواست بانگ زند که زنده باش ای گرگ. خواجه پهلو زد، چشم گشاد و دید که محمد سری زانو نشسته به صدای گوش فرا داده است. شیخ چی گپ شد؟ استاد، آواز گرگ می آید. وی حالا هم الاس می کشد. از این می براید ما با راه درست روانه ایم. در همین قریبی ها منزلگاهی باید باشد. گرگان در اطراف دیهات و اول یا قوره چاروا می گردند. پیک می پایند که غنیمت پیدا کنند. در این اطراف منزلگاه نباشد، چراگاه یا دشت آهوان یا چشمه هست. من هم بشنوم که گرگان به ما چه خبر می رسانند. خواجه خیسته نشست و گوش به خمار شد، ولی دیگر الاس گرگ نبرآمد. اینش خوب نیست. افسوس خورد شاعر. از افتکار گرگان از فلاکت آگاه می کنند. چی فلاکت است خدا می داند. به ما همینش کم بود. زودتر روز می شد و آفتاب می برآمد، برا همان می رفتیم. به یگان منزل رسیده کمی دم گرفته از خوف و خطر خلاص می شدیم. آنها دمی لب فرو بستند. بخواست باز الاس گرگ شنیده شد. انا استاد می شنوید؟ کاش نمی شنیدم. برای چی؟ از قول خودتان منزل نزدیک است. این الاس از خوف و خطر درک می دهد. گرگان پیش از زلزله، آبخیزی یا طوفان سخت الاس می کشند و هم جنسان خود را از فلاکت آگاه می کنند. هرچی ما و شما از آبخیزی ایمنیم، از زلزله هم ترس و وهمی نداریم. اگر باد سموم با گردباد خیزد، آن وقت ممکن است عمر ما به پایان رسد. گردباد بیابان پشت سری هم می خیزد. خرابکاری و فلاکت آوری یکی را دیگری دوام می دهد. استاد، مرا خیلی خاطر جمع کردید. گردباد خیزد به آن سوار شده به منزل رسیدنمان ممکن نیست مگر؟ دوستم، صد افسوس گردباد شوخی را نمی پرورد، وگرنه به راه درآوردن ممکن بود. خدا اگر خواهد به منزل رسیم آسوده شویم، شما را وادار می کنم که محابات نامه انشا کنید. در شهر ما دو دوست بود که یکی دروغ می گفت و دیگری دروغ اصلاح می کرد. هر دو به نماز بامداد به مسجد می برآیند. بعد نماز دروغگو عرض می کند: اولی شب با چشم خود دیدم که یک سگ در آسمان انگاس زده تیز گذشته رفت. همه قاه می خندند و می گویند که در کجا دیده ای که سگ پرواز کند؟
اصلاح کننده دروغ در حال به صحبت همراه شده می گوید: او به شما درست فهمانده نتوانست. عقاب برای چوجه هایش خوردنی می جست، شکارش برار نگرفت و دید که در کوچه سگ بچه دودوام می رود. عقاب پایین فرامده چنگ زده سگ بچه را برداشته برد. در زیر پای عقاب همان سگ بچه داد می گفت. این گپی دیگر گویان مردم باور می کنند. وقتی از مسجد برآمدن، اصلاح کننده دروغ به دوستش تاکید می کند که من بعد دروغ زمینی بگوید: تا دروغ آسمانی تو را اصلاح کردم که جانم به لب آمد. در سمت شرق پرده ظلمات از دامن افق به آهستگی برداشته می شد. مسافران به میان بند اندکی آب ریخته تر کردند و سر روی خود را پاک کردند. با آب یک بردگی نان خوردند. چشم روز گشاده شده در دامنه شرقی ریگستان صبح می دمید. آنها عزم به راه برآمدن داشتند. به جانب غرب نظر دوخته در حیرت افتادند. در دامنه افق پرده سیاه نمودار بود و تا رفت نزدیک می آمد. محمد، ما جای گریز نداریم. این تندباد بیابان دیری نگذشته اینجا می رسد. فرصت غنیمت، چاره باید دید. گفته قلندری بادپا راست برآمد و دیو بیابان از خواب بیدار شد مگر؟ به گرد و اطراف چشم دوانده در طرف چپ بین سه تپه ریگ میدانچه را دیدند که چند بیخ درخت سکسول می روید و به گرد آنها خار و خس زیاد جمع شده است. رفتیم، آنجا پناهگاه می سازیم. استاد، آنجا پست خمی، باد ریگ را آورده تپه کند چی می شود؟ در بلندی باشیم بهتر. باد شما را از بلندی بادبرک برین گرفته می برد. انا آن وقت در حقیقت باد سوار می شوید. در میانجا یک بیخ سکسول کلان سیرشاخ می روید. محمد، اکنون باور حاصل کردید که نوکر غمی ما را خورده است. داستکله را بگیرید، این شاخها را زده بیارید، بند بسته به خفای تنه این درخت دیوار می کنیم. شاخی قریب همه درختان را بریده به سکسول بسته به خود سرپناه ساختند. جامه ها را از بارخلطه برآورده به بالایش پرتافتند. ولی ساختمان انجام نگرفته هشتک کشی تندباد به گوش رسید. مشک آب و شراب، خورجین و توش خلطه را به بر نهاده توکل به خدا گفته نشستند. بیخواست به سر انشاءات ریگباران فرو ریخت. شاخها بلرزه در آمده بعضی از آنها شکستند. پناهگاه به گوری تاریک تبدیل یافت. ریگی روان سرپناه آدمان را زیر و زبر می کرد. خطری هلاکت بیش از پیش می افزود. کاروان با نظام حرکت می کرد. بعد باد سموم و بوران تپه های بیابان جای عوض کرده بودند. کاروانیان با تجربه که 10 سال از این راه رفت و آ داشتند دم به دم از راه باز ایستاده سمت حرکت را مقرر می کردند. هوا از بوران ریگ تیرگون گشته پیش روی آفتاب بسته بود. 2 کاروان پشت سری هم حرکت می کرد و با مصلحت پیش می رفت. نوک شاخی درختان سکسول که از زیر ریگ سر برداشته بودند برایشان راهنما شد. آنها گویا با این درختان شناسایی داشتند و از دیدن هر کدام شاد می گشتند. 3 سگی بزرگ جثه گرگخور غراس زنان به سوی ریگ تپه تاخت. سگان تازان برگشته نزد کاروان آمده عکاس زدند و غوغا برداشتند. مرد عرب به ساربان نشان داد که در زیر شاخ درخت
ریگ آهسته آهسته شاریده به پایین فرو می ریزد. از کاروان دویم 3 نفر از اشتر فرآمدند. با سگان به جانب ریگ ریزان رفتند. سگها با 2 پای قفا توده ریگ را گرفته هوا می دادند. کاروانیان به سگان یاری کردند. نهایت از زیر ریگ 2 جثه جامه پیچ برآمد. هر دو بیهوش بودند و رمقی از جان مانده، یکی خواجه کمال و دیگری شیخ محمد. کاروانیان به سوی کاروان آدم گفته فریاد زدند. چند نفری دیگر به دست مشک و آب کوزه شراب در تاز آمدند. این 3 تن تا آمدن آنها جسدهای از هوش رفته را به تخت پشت خوابانده دست و پایشان را مالیدند. با روی مال ریگ سر و رویشان را تازه کردند. دیدند که آنها به هوش نمی آیند، قریب نفس نمی کشند. دستشان را خم و راست نموده می کوشیدند که جان بگیرند. ساربان نیز رسیده آمده زنده گفته پرسید: نیم جان اما نفس می کشند. پاسخ داد مردی که دست و پای می جنباند. ساربان به زانو نشست، به جام میسین آب ریخت، سری خواجه کمال را برداشته آب نوشاند. مرد دویم به شیخ محمد نیز چنین غمخواری نمود، اما از گلوی هر دو آب نمی گذشت. با کوشش کاروانیان بعد چند فرصت خیکرتک به جنبش آمد. آب از دهان به گلو شارید. مردان از آن شاد شدند که 2 نفر نیمجان را زنده کردند. دامنه ده زیبای کمر کوه به دشت سبز خرم می پیوست. سر تا سری راه شکوفه‌زار و مانند گلیم آتش گرفته دلنشین بود. در کنار جویبار زیر سایه صده بر روی نمد گلدار خواجه کمال و شیخ محمد از عالم بیخبر می خوابیدند. 2 نفر از مسافران به ده رفته پیرمردی را آوردند که در سری کتف بارخلته داشت. موی سفید بند و بغم هر یکی را داشته دید که مبادا معیوب شده باشند. چند جایی بدن سخت لت خورده است اما شکسته نیست. خبر داد طبیب ده: اگر خواهید که بیماران شما صحت یابند، به درد گرفتار نشوند، باید که 2 روز اینجا مانند و بنده آنها را طبابت می کنم. ما حق نداریم این فلاکت زدگان را پرتافته رویم، عرض نمود ساربان. به منزل 2 روز دیرتر رسیم باکی نیست. آیین مسافرت کاروانیان چنین است. روز دومی طبابت رسید. طبیب از اهل کاروان خواهش نمود که هر 2 بیمار را بر روی زمین خوابانده به تخت پشتشان مرهم بمالند، سخت سخت بمالند که آن به تک پوست جای گیرد. باید بگویم که دستتان می سوزد، به درد می درآید و تب می برارید. بعد نیم ساعت آن همه می گذرد. هر کسی که به این تاب آورده تواند بیاید به من یاری کند. 2 نفر سر و لباس کمال را کشیدند، فرو خواباندند، به بدنش مرهم مالیدند. به محمد نیز عین همین کار را کردند. بیماران بیقرار شده می نالیدند. آنها هر قدر نالیش کنند، طبیب همان قدر شاد می شد. مرهم خود را تعریف می کرد. تاجر از اهل کاروان سر و لباسها را تیت کرده دفتری پیدا کرد. ذهن مانده آن را خواند و فوراً بانگ زد: یکی از اینها شاعر بوده است، تخلصش کمال. سپس از دفتر این شعر را قرائت کرد: آن شه سوار خوبان یارب چه نام دارد، در حسن و دلربایی لطفی تمام دارد. عشاق را حلال است اندوه دوست خوردن، خونش حلال بادا آنکو حرام دارد. خواننده که با ذوق تمام و آواز بلند قرائت می کرد، آوازش به گوش کمال خوش رسید. او چشم باز کرد
و من در کجایم؟ گفته پرسید. پاسخی نشنید. باز دیده را بست و لحظه انشا شدن این شعر به یادش رسید. در سری بالینش گلندام پیدا شد و با دستانی نرم و گرم تنش را نوازشکارانه مالش میداد و احساس نمود که درد اعضای بدنش سبک می شود. خوانش شعر به پایان رسید. گلندام پریده رفت. کمال از دنبال دختر چه نام دارد، چه نام دارد گویان دوید. بیمار در بستر بی‌طاقت شد. از سر رویش عرق می اشارید. پیچ و تاب خورد، دست و پای زد، وزنین نفس می کشید. مرد کاروانی خواجه برادر گویان او را به هوش آوردنی می شد. به گوش کمال آواز نمی رسید و غرق عالم خیالات بود و به جستجوی گلندام می شتافت. کاروانی کتف او را سخت جنبانده نهایت به هوش آورد. کمال چشم گشاد. در پهلویش مرد ناشناسی را دید که به او کاسه شربت می دارد. وی به حیرت افتاد و پرسید که او کجا رفت. مرد به جای جواب سری وی را برداشته چند قلت شربت بنوشاند. خواجه دیگر سر به بالین ننهاد و به اطراف چشم دوانده دید که آدمان بسیار در تردد سفرند. به سرش درد درآمد. بر روی کف شخصی غمخوار سرش را نهاد. شیخ محمد نسبت به استاد بردمتر بود و بستری بیماری را زود ترک کرده به بهبودی خواجه چشم بسته بود. او حالا با تاجر از پی طبیب رفته بود. خواجه سر به بالین انداخت. به مرد رو آورده پرسید. برادر، دوستم همسفر بود، او به چی حال است؟ حالش خوب، به نزد طبیب رفت، می آید. خدا را شکر، گفت خواجه از نو چشم پوشید. محمد با طبیب آمد. مرد کاسه شربت به دست را شاد دیده خوشنود شد. به هوش آمدند. چشم کشادند. چشم کشادم، شما را ندیدم. عالم به نظرم تاریک شد. باز چشم پوشیدم. کاری خوب کردید. رفتارش را معقول دانست طبیب. حالا وقتی چشم از عالم پوشیدن نرسیده است. اکنون یا رب بگویید و بخیزید. بس است خواب کردن. خواجه دید که مرد ناشناس دیگر به او فرمان فرمایی می کند. آیا ما بندی شده باشیم؟ گفته به دل گذراند. به یادش رسید که با بندیان مناسبت غمخوارانه نمی کنند. دوستانی به دست غارتگران افتاده خود را پیش نظر آورد و یک باره دلش سیخ زد. دوباره چشم پوشید. هر کس به عذاب راه بیابان، به بوران و تندباد تاب آورده نمی تواند، می گفت به ساربان طبیب. به این زودی به خود آمدن شاعر امری محال بود. توسط قوت و ارادت متین به پا خیسته توانست، اما براه برآمدن او برمحل است. مادام که شما شتاب دارید به سفر برآیید. من شاعر را با کاروان دیگر می فرستم. ما 2 روز پیش این کار را کرده می توانستیم. شما ما را نگاه داشتید. من خداوند نیستم. همه اش شده طبیب یک ده. ثانیاً درد در بدن من نی، در جسم شاعر است. وی از درد کی خلاص می شود؟ گفته نمی توانم. اگر امشب اینجا خواب رود، فردا به سفر برآمده می تواند. من به این ضامن. بفرمایید به ما باز یک سرگوسفند بیارند. برای صحت یافتن این مردان زیر ریگ مانده ضیافت می دهیم.
محمد بیگاهی از استاد عذر خواسته رخصت طلبید که امشب به حوله طبیب می رود به او برای تیار کردن مرهم و شربت یاری می دهد. خودتان نیز بسیار عذاب کشیدید، می بایست خواب می کردید. اگر امکان باشد نروید، بر وقتر خواب کنید. پگاه روز دیگر بعد ناشتا همه آماده سفر شدند. خواجه کمال به طبیب منتداری ها اظهار کرد. همیان کشاده می خواست به او حق خدمت دهد. خواجه بیهوده تشویش نکشید. از رأیش نگاه داشت طبیب. من از شما قرض دارم. می خواستم مزد خدمت شما را بدهم. هیچ چیزی ارزنده ندارم. من چه خدمت کردم؟ شما چه ها می گویید؟ امشب شیخ محمد میجه ته نکرده است. وی از شعرهای شما یک دفتر برای من و یک دفتر برای ساربان رونویس کرد. دفتر را برآورده به شاعر نشان داد. این تحفه بزرگ است که من به اولادم میراث میگذارم. امروز در جهان از من و ساربان دیده دیگر شخص خوشبخت نیست. این خلطه از من برای شما تحفه. در اینجا هر مرهم و داروی و درمانی که برایتان ضرور است من جمع آورده ام. ترتیب قبول و خوردنش را من به شاگردتان فهماندم. در واقع شیخ محمد از طبیبی آگاه است. ما هم کسب بوده ایم. فرقمان در آن است که او از روی شنیدش عمل می کند. من از روی تعلیم استادم. 12 سال در مرو به طبیب نامی شاگرد بودم. درس آموختم. استاد مرا طبیب شناختند. در ده والدین من برجا مانده اند. مرو را ترک کرده به خدمت آنها آمدم که در پیری اشان عصای عمر شوم. خواجه بزرگ، در حق پدر و مادرم، خودم و در حق مردم روستای ما یک دعا کنید. خواجه کمال دست گشاده دعا کرد. حاضران آمین گفتند. وی در حق والدین دعا می گفت و پیکرش می سوخت. پدر و مادرش را به یاد آورده خویشتن را سرزنش می کرد که خدمت والدین را نکرده است. عصای پیری آنها نشوده است. قطار اشترها از پیرهه کوه ارچزار از پست خمی بالا می برآمد. مسافران از راه بین قله ها گذشته به وادی آباد سردا و درختی برآمدند. از دور کشتزار، پالیز، درختان میوه کب کبود میتافت. کاروان قد رود کوهی حرکت کرده به سیراهی مرزی دیهات رسید. سواره ها از اشترها فرآمدند. اشترها را در مرغزار سری راه داشته اهل کاروان به لب جوبار رفته شستشو و طهارت کردند. جای نماز پرتافته میانبند گستردند. مردی سالخورده از آن گفت با خواهش مسافران خواجه کمال به امامتی پیش نماز گذشت. بعد عبادت تاجران خواجه کمال و شیخ محمد را میانگیر کرده پیش از ودا گفت و گذار نمودند. خواجه کمال شما ما را داغ کردید گفت ساربان. در این چند روز به شما انس گرفته بودیم. پند و حکمت زیاد شنیدیم. از حکایت و روایت ها لذت می بردیم. من بعد خمار صحبت شما و شیخ محمد می گیرد. ما نیز افسوس می خوریم. به چهره نجات دهندگان خود می نگریستند دو دوست. شما به ما عمری دوباره بخشیدید. 100 حیف که به ادای حق خدمت شما قادر نیستیم. از ما نگردد، بگذار از خدا گردد. خواجه سخن می گفت. سگ سیاهی پیشان قشقه در زیر پایش سری دوپا نشسته گاه بر روی ساربان می نگریست و گاه به کمال.
دو سگ دیگر گرد میگشت. بیقرار بود که همسفرشان کی از نزد آدمان میخیزد. خواجه کمال با عذاب دکک نشست. سری سگی در پیش پایش بوده را سیله کرد. از کیسه یک پاره قند برآورده داد. سگ از این مهربانی بالیده سر به پای شاعر میمالید، غل میزد، گردنش را بر روی موزه او میسایید. این را دیده مسافران تعجب میکردند. سگ از روزهای بیماری از پایان پای خواجه دور نمیشد. طبیب را پیشواز میگرفت و گسیل میکرد. با یک دیدن به انسان چنین مهر بستنی سگ را بار اول میبینم، میگفت ساربان. این سگ اسراری دارد. زنده باش دوستی با وفای من. با جانور ودا نمود خواجه. تو اولین نجات دهنده ما هستی. ساربان تا می توانید به قدر این سگ برسید. خواجه کمال و شیخ محمد با کاروانیان هم آغوش شده ودا گفتند و به راه راست آفتاب شنم روانه گشتند. تاجران در سری سیراهه دوستان را گسیل کرده تا از نظرها غایب شدن آنها نگاه می کردند. خواجه کمال با شیخ محمد دست برداشته اشاره نمودند که مردم بروند. آنها می خواستند به راه دست راست تاب خورند. در این دم سگ سیاه پیشان قشقه بیخواست از کاروان جدا شده به طرف آن دو نفر دوید. خواجه کمال و شیخ محمد از راه باز ایستادند. تاجران به سوی پیشان قشقه می نگریستند و نمی دانستند که سگ با کی می رود. پیشان قشقه به نزد خواجه رسید. دم جنبانده به گردش دور زد، قدقدش پرید و نهایت پیشا پیش کمال و محمد به راه درآمد. استاد و شاگرد با نیت آن که تاجران را از راه باز ندارند در نزدشان خود را بردم و سالم نشان داده بودند. چون به راه برآمدند و دو سه فرسنگ سپری شد، عذاب و مشقت سفر و کوفت راه پیموده در بیابان از میان ریگ‌های روان دوباره بالا گرفت. خواجه کمال باری نخست از درد میان شکایت نمود. بعدی چندی از آزار پای به نالش درآمد و سرم چرخ میزند گفت و بر روی سبزه‌ای بریم بوته‌های سری را نشست. شیخ محمد حالیا دریافت که تا این دم از تلواسه جان خیش را بردم و چست و چابک وانمود می کرده است. از نوک پای تا به فرق سر جسم و جانش سوزش می کرد. وی حس نمود که چشمش خیره شده پیش آن را پرده گرفته است. از احوال سلامتی کمال بیشتر به تشویش افتاد. دندان به دندان مانده سوزی درد خیش را فرو می نشاند. استاد نگرید و دورادور اشاره نمود که دیه به مثال طبق سبزتاب به کمر کوه چسبیده بود. در تار آن از بلندی شرشره فرو ریخته با جویبار به وادی دلکشا آبی برف می آورد. دیدم منظره دلفریب دیهات کوهستان زرفشان ما را به یاد می آرد. اما مدار آنجا برآمدن نداریم. به ما و شما در این احوال بیابانگردی خوش است. من بروم اسب یا عرابه کرا کرده بیاورم و روزی در آن منزل استراحت کنیم، چه می شود؟ خوب می شد، اما به چپ و راست تاب خوردن نشاید. کمتر نشینید، خدا پادشاه است. بادی برین که از جانب کوهسار می وزید برای مسافران خسته حال راحت افزا بود. پلک چشمان بی اختیار پوشیده شده جسم بیمدار از درد فارغ می گشت. خواجه به پای خیست، به راه درآمد. پیشان قشقه پیشا پیش نه، بلکه با او اینان به اینان می رفت و در اثنای راه
دم به دم به قفا به سوی شیخ نگاه می کرد و باز راهش را دوام می داد. جانوری وفادار بوده ای، خواطر هستی که در راه مانده می روم. هرگز. وی دوست، دادر، طبیبی حاذق و پشت و پناه من است. من با مدد او باشد که به مراد برسم. خواجه کمال بلند بلند گپ می زد. سگ به مثل آنکه سخنان او را می فهمیده باشد دم جنبانده گاه گاه به اطرافش شادی کنان دور می زد. محمد از آهنگ رفتن کردن همسفرش بیخبر ماند که سرش هنوز غواص می زد. پهلو گشت و بیدار شد و دید که استاد به راه در آمده است. از جایش برخیست و راه سر کرد و دیری نگذشته به خواجه رسید. میدانم که امشب خواب نرفته اید و درد شما از درد من فزون است. به بالاکاریش غم من به دوش شماست. باز گمان نکنید که شما را بنده در راه پرتافته رفتنی بودم. نه، خواستم به سری تپه برایم ببینم که در پیش نیز منزلی هست یا نه. اگر سرپناهی نباشد از بحر مسافرت برایم و به آن ده رفته تا به خود آمدن استراحت کنیم. ولی دل شما از نیت بنده آگهی یافت. زود به پای خیستید. استاد، نه، بیایید، در راه بسیار حرف نمی زنیم وگرنه خسته می شویم. هر دو خاموش و موزون قدم می زدند. خواجه زیر لب چیزی می خواند یا ذکر می کرد. شیخ از خوشگفتاری و حاضر جوابی استادش همیشه ممنون بود. خاموشی او را نمی پسندید. در چنین لحظه ها سؤالی می داد یا بیتی گفته او را از عالم خیالات بیرون می آورد. خواجه که پس از هلاکت گلندام دم به دم غرق اندیشه دنیای نهان می شد، پدرش محمد را آگاه کرده بود که شاعر را تنی تنها نماند و نگذارد که او به دریای خیالات غوطه‌ور گردد. خواهش خواجه عبدالله به یادش رسید. بی اختیار شوخی آمیز قصه را سر کرد. ما و پدرم و دوستی ظرافتگوی عرابه سوار به دیهی پس قله کوه می رفتیم. راه کوهستان به خصوص وقتی بالا برآمدن پرمشقت است. کس همیشه می ترسد که پای مرکب لغزیده جر نشود. هر سه خاموش راهی بین قله را پسی سر کردیم و پایین فرآمدیم. به مرغزار دامنه کوه رسیدیم ولی هنوز خاموش بودیم. دوست پدرم زیغ شده از مرکب فرآمد. تازان به نزد گاوی رفت که در سری راه می ایستاد. پیچ راست زده به گوشش چیزی گفت و زود برگشته آمد. پدرم پرسید که گاو مگر از اولاد تو بود که اینقدر گرم و جوشان حال پرسی کردی؟ ظرافتگوی جواب داد که به گاو گفتم که با آن طایفه‌ای که می بینی به سفر برآمده ام. چه جنزت که آنها به دهان مهر زده اند و حرفی از آنها نمی شنویم. دلم تنگ شد، برای مصلحت پیش تو آمدم. گاو مصلحت داد که من بعد با خران به سفر نبرایم. مسافران به سر تپه برآمدند. منظره خرم و آباد پرفیض رو گشاد. خواجه کمال خندیده گفت: گاوان و خران بار بردار، بهند ز آدمان مردم آزار. عذر می خواهم. محمد ایزا کشید که نقلش بیجا برآمد. جایی عذر خواهی نیست. بعدی که ما را از گور کافته برآوردن، به نظرم چنین می نمود که در زیر ریگ مینه من فرو ریخته است. درون کاسخانه سرم بازار مگس بود. شکر می گویم که امروز مگس ها پریده رفته اند.
از این شاد شدم. خواستم بسنجم که استعداد شعرگویی دارم یا نه. بیایید بنشینیم، خامه گیرید، کاغذ کشایید، نویسید که این غزلی عمری دوباره است. راهی روان انشا شد و روان آمد. ما به سودای تو دامن ز جهان برچیدیم، مهنت عشق تو بر راحت جان بگزیدیم. پیش از آن دم که نبود از دل و جان آثاری، در میان دل و جان مهر تو می ورزیدیم. تا به غایت دل ما مایل خوبان می بود، در بروی همه بستیم چو رویت دیدیم. خلق در عشق تو بر وجه نصیحت ما را هرچی گفتند شنیدیم ولی نشنیدیم. خبری مستی ما رفت به اطراف جهان، تازی میخانه عشقت قدح نوشیدیم. آر آید دیگر از خلعت شاهی ما را، دلق سودای تو آن روز که در پوشیدیم. راه پیمود بسی در طلب دوست کمال، دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. استاد عزیز، حالی از حرفه هم رفتم که خاموشی شما از جوش باطن بوده است. این دردانه که من نوشتم چراغ رهنمای مسافرت ما خواهد شد. چراغ رهنما به شب تاریک خوش است. بیایید به وادی فراییم و شستشو کنیم، چیزی بخوریم. هفته های راه پیمودن در وادی به پایان رسیدند. باز نوبت بیابانگردی آمد. شوری زمانه بود که هر منزل به سر غم و کلفتی داشت. مردم همیشه در تهلکه بودند. یک طرف آباد و با فیض و خوشایند باشد، طرف دیگر ویرانه بود. بعضی از موضعها از آفت طبیعت به مزارستان می ماندند. جای دیگر از جنگ و جدال بین قبیله و قومها مانند به میدان فلاکت زده بود. خواجه کمال غصه می خورد، به ظالم و ستمکار نفرت می خواند. به مصیبت کده ها می در آمد، تلاوت می کرد. به بعضی از ماتم زده ها دل بردار می شد. از دورا دور مردی سوار و پیاده نمایان شدند که به جانب خواجه و محمد می آمدند. از غایت گرمی هوا در بیگزار پیکر مسافران به مثل سراب می نمود و آنها به جسم و جسته های لرزان قدم می ماندند. روندگان از برز پایین آمده ناپدید شدند. محمد گمان داشت که از شدت گرما سرش تفسیده، به پیش نظرش هر نوع صورتها پیدا می شوند. با انگشت دو بری بناگوشش را مالش داد، دو سه بار میژه زد که خود را از حالت سرگرمی بیرون آورد. او در چنین کوشش و در چنین اندیشه بود که مسافران از پس تلی نزدیکتر بالا برآمدند. این بار هر دو پیاده بودند که یکی از نقطه خچیر داشته می آمد. استاد، مراجعت نمود شیخ به خواجه کمال که سرخم و خسته حال قدم می زد، ببینید 2 نفر پذیره ما می آیند. شاعر سر برداشته از راهش باز ایستاد و پیش نگریست و گفت که تا رسیدن آنها اینجا قرار بگیرند و با همین بهانه دم نفس راست کنند. هر دو از سر چوب دست داشته منه به سر مشت نهاده راست می ایستادند. بروی ریگ جوشان نشستن نمی شد. آنانی که به سوی خواجه و شیخ می آمدند از دیدن این 2 نفر شاد شده عصا برداشتند، دست جنباندند که به استقبالشان می آیند. پس آن پیرمرد
و جوان خوشقامت تنومند با چهره کشاد نزدیک رسیدند. مردی سال خورده با آواز بلند السلام علیکم گفت. زیارت قبول؟ پرسید خواجه. مراد حاصل، پاسخ داد پیرمرد و در نوبت خود پرسید که در زیارت بودن آنها را او از کجا درک کرد. ما خود به آن راه روانه ایم، پاسخ داد کمال. مرحمت، بنشینیم. کمتر از دیده و شنیده اتان نقل کنید. با جان و دل. نقل من از جای دور نه، بلکه از منزلی نزدیک که بعد چند آنجا می روید. اگر خدا به مراد رساند صحت سلامت به بخارا رسیم، رو به مردم می آرم و می گویم که تا توانید دلها را از گل مهر و شفقت آباد کنید، وگرنه هم قلب و هم ملک خرابزار می شوند. عجب دنیا و عجب زمان شده است. به هر جا پای نهی از پیش راحت تیغ استبداد می خیزد و بر سری تو می آید. ببخشید، ما خود را معرفی نکرده ایم. من حاجی عباس مسگر، حاجی بعد زیارت مکة الله به اسمم پیوست. این خورشید فرزند من مرا به زیارت مکه و مدینه برد و باز گرفته می آید. حج و حاجی شدنتان مبارک باد، تبریک نمود خواجه. از منزل آینده می خواستید به ما مژده دهید. ای دوستم، آن را با چشم خود می بینید. فقط همین قدرش را می گویم که در پس این تپه ها یک قوم دیگر را نیست و نابود می کند. در عمل خود شتاب دارد که آدمان حاکم خبر نیابند. صبر کنید، مگر فرستادگان حاکم شما نیستید؟ نه، ما نماینده هیچ یک حاکم نیستیم، گفت شیخ محمد. پاسخ او به خواجه کمال معقول نه افتاد. با نگاه معنیدار بر رویش نظر افکند و میخواست بفهماند که در نزد حاجی به پیشخیزی حاجت نیست. نمیبینی مگر پسری او آداب نگاه می‌دارد، به لبش مهر زده است و به صحبت از خود کلان دخالت نمی کند. ببخشید، عذر خواست حاجی. از روی شرح قاصد سردار قوم نماینده ها 2 نفر اسب سوارند و پیشا پیششان سگی می رود. از بس که این نشانه ها به شما منسوبند گمان کردم که نماینده حاکم هستید. حاجی عذر خواستن لازم نیست، او را آسوده نمود خواجه. شما ببخشید که ما شتاب داریم و صحبت ما پایان یافت. خوب می دانید که هر دقیقه روشنایی برای مسافر غنیمت است. این تلها در نظر خرد می تابند و اصلا از مردم راه پیما زحمت طولانی می خواهند. خداوند مددگار شود، سلامت به منزل برسید. حاجی ها به سمت جنوب شرق روانه شدند و خواجه و شیخ به شمال غرب راه گرفتند. شما گفتاری 10 را از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت شنیدید که به 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیهی.